سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو دیگه. دوستان این ویدیو اولین ویدیو است که بعد 3 یا 4 ماه میذارم و اینکه بریم برای آموزش از این قراره که امروز اومدیم یه آیپد یو بهتون آموزش بدیم که مطمئنا خیلیاتون بلدید، اما اونایی که بلد نیستن بریم برای آموزش. این آموزش برای گوشای شیائومی هستش. خب اول از همه میرید وارد تنظیمات گوشیتون میشید. خب بعد از بخش این تنظیمات بیشتر پنجره شناور پیدا میکنید. پنجره شناور که پیدا کردین این حتما فعال میکنید. اوکی دوستان، اینو که فعال کردین میایم بیرون. از اینجا که اومدید بیرون مثلا میره داخل این دی ان اس تون روشن میکنه. بعد از این بغل گوشیتون میکشید، از این قشنگ مشخصه دیگه، این بغل میکشید. بعد مثلا اینجا چند تا برنامه هستش که ما به همون پابجی نیاز داریم دیگه. پابجی رو باز میکنیم و در مثل که باز کردیم میکشیم پایین. البته برای بعضی فرق میکنه، متفاوته. مثلا من الان گوشی پوکو 6 پره سرعتش بالاه، برای به خاطر همین تا باز میکنه برنامه رو باید بکشم پایین. مثلا برای داداشم که هستش گوشی نوت 13 داره، باید 3 یا 4 ثانیه بیشماره 3 یا 4 ثانیه بعد مثلا بکشید پایین صفحه رو تا براش آیپد یو بشه. و شما اگه گوشیتون مثلا یه خورده ضعیفتر عمل میکنه و برنامه رو دیرتر باز میکنه، بذار مثلا 5 ثانیه اینا بگذره بعد کشید پایین و همین دیگه. به همچین آیپد خیلی خوب میرسید. برای همه میدان هم هستش، میتونید برای مثل آرنا و کلاسیک مود و همه جا هم آیپد دیگه. و تنها چیز بعدی که داره تنظیمات دستچی نتونه خراب بکنه، خب وگرنه بهترین آموزشه، بهترین حالتشه. و اینکه حواستون باشه موقعی که آیپد دیگه میکنید گوشیتون رو برعکس نکنید، چون آیپد دیگه خاموشه. مثلا الان من گوشیم برعکس میکنم، ببینید آیپد دیگه خاموشه. نگاه کن الان خاموش شد، نباید برعکس کنید. و اینکه اگه خاموش شد خواستین دوباره فعال کنید، باید دوباره برید پابجی رو کلا ببندید. مثلا الان من میرم براتون میبندم. اوکی، پابجی رو مثلا از اینجا پاک میکنید، بعد میرید دوباره از همینجا میرید وارد پابجی میشید تا براتون فعال بشه دیگه. و همین دیگه، به همین راحتی آیپد یو براتون فعال میشه. و اینکه دوستان اگه آموزش کانک کردن رو میخواین براتون بذارم، حتما بهم بگید که براتون آموزش کانک کردن رو بذارم. مثلا روزی از اول سیزن که سیزن کاپا صفر میشه، از همون ابتدا روز 200 تا 150 تا کاپ که بگیرین حتما رنگ کاپ میکنین. میخوام من سیزن جلوی اول رفتم سراغ تیپی یک نفره، دیدم نمیتونم در کابی جهانی خود برسن تا رنگ کاپ کنیم. خب بعدش یکی از بچه فامیلای ما در من گفت که مثلا تو برو این کار انجام میده، حتما رنگ کاپ میکنیم. بعد منم رفتم، حدودی یه هفته از سیزن گذشته بود، رفتم شروع کردم رنگ کاپ کردم به همین راحتی یه هفته. بعد این سیزن دیگه وقتشو نداشتم، مثلا درس مرسا شروع شده دیگه، زیاد وقت نمیکنم بازی کنم اینا، نتونستم رنگ کاپ کنم. مثلا زیاد وقتی هم نمیخواد، مثلا روزی
200 کاپ اینا بگیر راحت رنگ کاپ میکنه ضرب یه هفته و نیم اینا. خب دیگه همین ویدیو رو طولانی نمیکنم و اینکه اگه خواستین آموزش رنگ ها براتون بذارم حتما داخل کامنت ها بنویسید که آموزش رنگ ها حتما براتون میذارم. آره دیگه این سیزن که نه، سیزن بعدی حتما میتونید کان کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.